شخصی پرسیدن عقیقه چی ثواب دارد؟ برادری محترم، درباره ثواب عقیقه حدیثی خاصی نیامده. البته رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن اینکه اگر غلام یعنی پیسر بوده باشه 2 گوسفند از طرف از او عقیقه ذبح شود و اگر دختر بوده باشه 1 گوسفند از طرف از او ذبح شود و یعنی در سنن ترمذی میاد. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی را خدا اگر پیسری عطا میکند، یعنی دختر یا پیسر هر کدام، اگر در توانش است، اگر دوست داره، از طرف از او ذبح بکند و عقیقه کند. حدیث در موطا امام مالک می آید و رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان برای حسن و حسین هر دو عقیقه کردن. پس یک امری واجبی نیست، اما سنتی مؤکد است. در توانی شخصی اگر بود به این سنت عمل کنه و این نوع شکرانه است برای نعمتی که خدا برش عطا کرده، نعمتی پیسر، نعمتی دختر. بسیار انسان هایست که از این نعمت محروم هستند. انسان باید قدر نعمت را دانسته، آنچه که در توانش است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نبوده عقیقه را انجام بدهد. برادری پرسیدن مولای امامی که ریش را بتراشد حکمش چی است؟ آیا این حق امامت دارد یا خیر؟ برادری محترم، تراشیدن ریش گناه کبیره است، چی از مولای امام باشه یا غیر مولای امام. هر مسلمانی که ریش را میتراشد گناه کبیره است و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای گذاشتن ریش تأکید کردن، امر کردن، بار بار تأکیدات زیادی کردن. ارخ اللحى، وفر اللحى و عبارات مختلفی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و همچنان فرمودن خالف المشرکین، شما با مشرکین مخالفت کنین، قص الشوارب و اعف اللحى، بروتای خدا کم کنید، کوتاه کنید و ریشای خدا بگذارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان ریشی زیبا و انبوه داشتن و در زندگیشان هیچ اصلا ثبوتی نداره ریششان را کوتاه کرده باشند، چی جایی که بتراشند. تراشیدن از همه بدتر است. باز به خصوص ملای مسجد باید قدوه بوده باشه و این به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشه نسبت به دیگر انسانهای عوام یا مردمهای عادی. پس جای افسوس است که امام مسجد ریش را بتراشد، الا اینکه بعضی جاها یا دولت‌هایی که سرشان پابندی میارد یا ریش را جرم حکم میکنن و اگر ریش بگذارن عقاب میبینن یا بندخانه میرون یا سزای دیگری برشان میدهند، در این صورت باز مجبور است و در حالت مجبوری امید است که الله تعالی مؤاخذه نکند. اما نماز در پشتی چنین امام می شود. اهل سنت اتفاق داره که نماز در پشتی هر فاسق و فاجر می شود. برادری پرسیدن فردی گناه کرد، باز پشیمان شد و توبه کرد، آیا روز قیامت از همان گناه پرسیده می شود یا خیر؟ برادر محترم، توبه اگر توبه مخلصانه بوده باشه به معنای عزیز که محو گناه ها صورت گرفت. الله تعالی می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو بر بندگان من. کدام بندگان؟ آنانی که به نفس خود ظلم کردن، اسراف کردن، گناه کردن، گناه های بزرگ، گناه های خرد را انجام دادن. لا تقنطوا من رحمت الله، برشان بگو از رحمت پروردگار، از رحمت الله تعالی ناامید نباشن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تعالی همه گناهان را میبخشد، گناهان کبیره، گناهان خرد،
شرک، کفر، همه گناه ها را الله تعالی می بخشد. قتل، زنا، همه از اینها را الله تعالی می بخشد. البته حقوق عباد را انسان هم از جمله توبه این است که او را رفته باید ادا کنه و از نزدش رفته معذرت بخواهد. این هم یکی از صورت‌های توبه است. الله تعالی در سوره تحریم می فرماید آیت 8: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای کسایی که ادعای ایمان دارین، شما مؤمن هستین، به سوی الله تعالی رجوع کنید، توبه کنید. کدام قسم توبه؟ توبة نصوحا، توبه مخلصانه. توبه مخلصانه. توبه نصوح کدام توبه را گفته میشه؟ توبه‌ای که در او باید این شروط بوده باشد. یکم توبه خالص برای الله تعالی، به خاطر الله تعالی بوده باشد، نه به خاطر ریاکاری، نه به خاطر منصب، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر رسیدن به کدام غرض و هدفی دیگری. این را گفته میشه توبه مخلصانه. و همچنان در توبه شرط دوم است که انسان از گناهی که کردن ندامت و پشیمانی داشته باشد، زیاد ندامت و پشیمانی کند. و سوم آن گناه را ترک کند فوراً. ایتو نمیشه که از یک طرف توبه و از طرف دیگری در گناه آغشته است، آلوده است و در گناه اصرار داره. این کسی که گناه میکند و باز هم میگوید که من توبه میکنم، در حقیقت به توبه مسخره میکند. و همچنان شرط چهارم میست که تصمیم قطعی و جدی بگیرد که در آینده دیگر به این گناه نزدیک نشود. اگر بعد از تصمیم قطعی به گناه نزدیک شد، باز دیگر توبه کند، لکن در دل این نداشته باشه که خیر توبه میکنم باز برابر شد گناه میکنم. این در حقیقت مسخره به توبه است. و همچنان توبه قبل از وقت بوده باشد. این نیست که وقتی که مرگ فرا رسید انسان یقین کرد که همین لحظه از دنیا میروم، باز توبه کنم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. توبه این نیست که بگذاره گناه انجام بدهم و به حالت خودم بوده باشم، وقتی که مرگ فرا رسید یقین کردی که از دنیا میروم، در این صورت باز توبه کنی. فرعون در حالتی که غرق میشد توبه کرد، لکن الله تعالی گفت نه، حالا فرصتی است که از تو فوت شده، دیگر در این وقت ایمان به درد تو نمیخورد. پس انسان مسلمان هم نباید انتظار بکشه تا اینکه در حال احتضار، در حال مرگ قرار بگیره بعد از او توبه کند. و در حدیثی میآید که الله تعالی به توبه بنده خود زیاد خوشحال می شود. و همچنان در حدیث میآید، اگرچه در صحتش بعضی علما کلام دارن، می فرماید که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه خود توبه میکند گویا این که مانند شخصی است که اصلا هیچ گناهی انجام نداده. پس الله تعالی گناهان را میبخشد. و در ادامه آیت سوره تحریم میفرماید که توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم. امید از توبه نصوح بکنین، امید است که پروردگار گناهان شما را محو کند، نابود کند. پس توبه یکی از وسایل، اسباب، ذریعه است که الله تعالی گناهان انسان را به ذریعه ازی از بین میبرد و توبه مخلصانه بوده باشد. روز قیامت از این گناه انشاءالله دیگر پرسان نمیشه، و شرطی که توبه نصوح بوده باشد. شخصی پرسیدن آیا تیز طهارت کردن مکروه است؟ برادری محترم، در طهارت انسان تلاش کند که موازی وضو خشک باقی نماند. اندامی را که یا اعضایی را که بالایش فرض است بشوید نباید خشک باقی بماند. اگر تیز طهارت میکنه و طهارت کامل میکند که هیچ جایی خشک باقی نماند، اشکالی نداره. اما اگر خشک باقی ماند، باز اگر تیز طهارت هم کنه با او گناهگار میشه یا
طهارتی سست هم کنه و خشک باقی مان گناهکار میشه. در هر دو صورت مهم طهارت کامل است، ولو که تیز میکنه یا آهسته میکنه که هیچ جای خشک باقی نماند. اگر خشک باقی ماند، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم وعید سخت گفتن ویل للأعقاب من النار، هلاکت باد، تباهی باد یا کنده ای از دوزخ باد برای شخصی که عقب‌های پای خود خشک میگذارد یا عقب پای از او خشک باقی میماند. پس انسان تلاش کنه که طهارت تیز میگیرد یا سست میگیرد، اعضایی از انسان خشک باقی نماند. اما مجرد تیز طهارت کردن خودش مکروه نیست.